کدام یکی از همسران پیامبر اکرم حافظ کل قرآن بود؟ کدام صحابی شبانه در مدینه نگهبانی می‌کرد؟ در کدام غزوه فرشتگان به کمک مسلمانان آمدند؟ این سوال رو شما جواب بدهید. بعد از فتح مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خانه‌اش را در کدام محله قرار داد؟ در شب معراج کدام پیامبر در آسمان ششم با پیامبر اسلام دیدار کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام نوشتن صلحنامه حدیبیه چه کسی را نویسنده قرار داد؟